امروز در جلسه مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان 9 مسئله مورد بررسی قرار گرفت که از این 3 مسئله عام با فعالیت اگنتی نظارت در ساحه معارفی نزد پرزیدنت تاجیکستان بخشیده شده بود. شاهین سعیدزاده رهبر این اگنتی ضمن معرفی این تغییر و علاوه ها که اساساً تغییرات املایی در بعضی از قانون ها می باشد با سوال های وکیلان پارلمان پاسخ گفت و پاسخهای او بعضی از وکیلان را قانع نکرد و سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان با شاهین سعیدزاده گفت که من بعد با جلسه های پارلمان با تیاری بهتر حاضر شود. بعد از انجام جلسه شاهین سعیدزاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که وضع سلامتیش چندان خوب نبوده است. وضع سلامتی است و بعداً بسیار پسگرد میزنن سوالشون. من همین قصد فهمیدم که تعدادی بعد هم گفتن که نه تعدادی مؤسسه‌های تعلیمی عمومی را مکتب‌های میانه در نظر داشتن. من سوز درک نکردم سوالم جوابشون. ضمناً این باری نخست نیست که موضوع به آمادگی حاضر شدن بعضی از منصبداران با جلسه های پارلمان با بحث کشیده می شود. قبلا هم رهبر سابق مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهورов بارها تاکید کرده بود که منصبداران باید در جلسه های پارلمان با آمادگی خوب حاضر شوند. خود وکیلان پارلمان هم میگویند که آمادگی منصبداران در جلسه های پارلمان برای آنها خیلی مهم است چون می توانند با سوال های خود پاسخ های مشخص بگیرند. مثلا آنها که بی‌واسطه به همین ساحه مثلا اگنتی مثلا ساحه معارف بی‌واسطه به همین چیز رو کار دارند آنها باید بهتر و خوبتر از ما دانند و بهتر و خوبتر به ما معلومات دهند که تا که ما اون معلومات را تحلیل کرده خلاصه های منطقی خود را برآورده توانیم. کارشناسان میگویند جلسه های مجلس نمایندگان آنطوری که انتظار دارند با بحث و بررسی های زیاد برگزار نمی شود و وکیلان پارلمان تغییر و علاوه ها با قانون ها را به بحث قبول میکنند هرچند خود وکیلان به این عقیده ها راضی نیستند. زمینه در طرز و اصول برگزاری انتخابات تا انتخابات ها آزاد نشود و وابسته به پتانسیل انتلکتوالی و دیگر صفات های مثبت انسانی شهروندان شایسته واردی هم پارلمان و هم دیگر نهادهای مقامات نمایندگی نشوند ثمره‌ناکی را از این گونه پارلمان و مقامات نمایندگی عموما در نظام قانونگذاری انتظار شدن منطق می‌دارد. امریدین علی مفعلی شهر ظریفی رادیوی آزادی دوشنبه.